مشاور، یکی از کارهایی که مشاوره کمکتان میکنه این هست که در مورد غمهایتان صحبت کنید و او فشاری را که در درونتان جمع شده در واقع بیرون بدید. من همیشه مثلا برای کسایی که میان پیشم اگه بخوام مثال بدم در گروه‌های مختلف، دقیقاً مثل اون دیگ بخاری هستیم که ما همیشه زیاد استفاده میکنیم در آشپزی. نه اون دیگ بخار اگر بخار ازش خارج نشود چی میشه؟ میترکه. ما آدم هم همونطور هستیم، یعنی باید در مورد مسائل من مشکلات من صحبت کنیم و وقتی حرف میزنیم در راجع به اون مسئله این کمک میکنه که یک مقداری از اون استرس ما بیای بیرون، تخلیه شود. یعنی حرف زدن باعث میشه که ما از لحاظ روانی تخلیه شویم. و یک مسئله دیگه هم این هست که شما حرفتان و اگر بخواید خودتان خود معرفی کنید، یعنی شماره تلفن است این تیک لاین دو زنگ بزنید و میخواید همراه ترجمان همراه شما کمک کنند و شما رو در لیست بذارن. یا اینکه حتی میتونید اینجا هم هستن، خانم زیبا هستن، خانم رضایی هستن، اینا میتونن مثلا مشخصاتتون رو بدین برشون، نام، آدرس، کل مشخصاتتون، شماره تلفنتون، فرمایی هست که میتونید درست کنید و بیاید مشاوره بگیرید. بسیار خوب، تشکر دیست. امی فون باشه بسیار برشان ایزی است. میتونن به دوستای مثلا مرا همیشه دوستای بعضی وقت پرسان میکنن که مستون کجا بریم. همین آسان‌ترین راهش همی است که ببینی شماره است میتونی زنگ بزنی مشاوره بگیری. ما خب براتون معلومات هست برای مهاجرین. اینجا فکر میکنم آفیس ما رو نوشته کردن. آفیس هایی که داریم اینجا هست لوکیشنش در کجاها ما آفیس داریم. حالا در خود سیدنی ما اوبن، فرفیلد، بلکتاون و لیورپول هست. و خارج از سیدنی وولنگان، کوست هاربر، واگا واگا، آلبری، آرمیدل، یعنی جاهای مختلف در داخل نیو ساوت ولز ما آفیس داریم. و کلا معلوماتی رو که میتونیم چطور خودم معرفی کنیم در این بروشر هست که من براتون آورده. ما حوزی نیستیم ولی خب اگر شما مشاور داشته باشید میتونم براتون کمک کنم. باریکلا. حتی برای بچه ها هم داریم ما مشاوره، اینا حتی بچه ها رو در اسکول میبینن. مشاورینی که ما داریم میخواید شما؟ کسی نیاز داشت میتونید برشون شماره تماس هست روی بروشر ما. بله میتونید اینکه برای خانم‌ها اینقدر زحمت میکشید قابل قدر است و قابل تقدیر است. یک چند برای کار خودشان ما دیگه استادمون داشتیم الحمدلله امروز که هر جای ممکنه که این فرصت برای ما پیش نیه که اطلاعات خیلی مهم میره که خانم سعیدی عزیز لطف کردن به اختیار ما شما قرار دادن و با امید خدا ما بتونیم که در روزمرگی خود استفاده بکنیم. یک جهان سلام، یک جهان به افتخارشان تشکر به افتخار خودتان. بر علاوه که خانواده است و مشکلات خانه و زندگی است، این برنامه رو بر ما برگزار میکنید. این کار آسان نیست، البته تو مچنده برنامه‌اش زحمت داره. از همه تان تشکر. یک جهان تشکر از خودتان که از راههای من
میکنم که به هر حال سخت روز شنبه هست، خیلی کار داریم ولی بازم وقت میگذاریم برای این موضوع و این اهمیت دادن به خود ما هست، مهربانی با خود ما هست، دوستی با خود ما هست. من زیاد نمیخوایم وقتتان بگیرم، فقط به صورت خلاصه خدمتتان عرض میکنم که همونطور که ما هفته گذشته دوستای عزیز مهربان شما رو داشتیم در جمع خودمان و پروگرام یوگا و سرکار خانم امیره لطف کردن پروگرام دفع انجام دادن و ما خودمان یک آشنایی با هم پیدا کردیم، یک غذای مختصری که به هر حال استار زحمتش کشیدن صرف کردیم در کنار یک دیگه خود صحبت کردیم و اوقات خدا کنه اوقات خوبی را ما داشته بودیم. انشاءالله با امید خدا در هفته های بعدی هم 2 هفته دیگر ما پیش رو داریم که هفته بعدی بخیر در رابطه با یکی از در ضمن که ما پروگرامی داریم، در ضمن که بخیر دور هم هستیم و همین دیدار یک دیگه را میبینیم تازه میشه. در کنارش عزیزی را ما دعوت کردیم، مهمان عزیزی مثل البته خیلی خوشحال هستیم که خانم سعیدی عزیزی افتخار دادن که ما در خدمتشان هستیم در این جلسه. باز اونا را داریم انشاءالله مطالب بسیار خوبی را در رابطه با این که ما چطور میتونیم که وضعیت مالی خودمان را، چطور اقتصاد خودمان را در خانواده پیش ببریم که همین گرانی ها و نمیفهمم این که در کشور نو جدید آمدیم چطور میتونیم که خودمان را تنظیم بکنیم، همه چیزمون از کرایه خانه، از خرج خوراک یا هر چیز دیگه که به تفصیل بخیر به جزئیات نامیه صحبت میکنم. ولی الان چون میفهمم کلی خسته شدیم در خدمتتون هستیم و یک نان چاشت مختصر باز بخیر خانم امیره عزیز هستن انشاءالله یک شادی را برای شما خواهند.